اومدیم باغ دولت آباد در استان یزد. باغ دولت آباد یزد، باغ 4 منار، یکی از قدیمی ترین عمارت بادگیره که با ارتفاع 33 متر بلندترین بادگیر خشتی شناخته شده در جهانه و همچنین یکی از باغ‌های ایرانی ثبت شده در میراث جهانی توسط یونسکو. با هم میریم ادامه‌ش رو میبینیم. ورودی این باغ نفری 40,000 تومنه. البته برای توریست خارجی قیمتش فرق می‌کنه. باغ دولت آباد در اواخر دوره افشاریه در سال 1125 هجری قمری توسط محمد تقی خان معروف به خان بزرگ. این دختر کوچولی ما هم نذاشت. ما ادامه ضبطمون رو بریم. این درختایی که میبینید اینا همشون نارنجن. اینجا هم یه سری نیمکت چوبی گذاشتن که برای عکس برداری عزیزانی که اونجا میان برای بازدید میتونن عکس یادگاری هم بگیرن. فیلم های داخل ساختمون رو براتون مجدد میذارم و اینکه ما رو دنبال کنید. دوستتون دارم. به امید روزهای قشنگ برای همتون.